الان ساعت 5:05 صبحه و من تقریبا آمادم. همه چیز آماده است. میخوایم که با هم دیگه بریم کوهنوردی. ساعت 5:05 صبحه و من تقریبا آمادم. همه چیز آماده است. میخوایم که با هم دیگه بریم کوهنوردی. از این سیرجینا درست کردم که در واقع شبیه پنکیکه و برای صبحانه قراره که از این بخورم. حس و حال اردو رفتن رو بهم میده. خورشید کم کم داره طلوع میکنه ولی چون هوای خورده ابریه مشخص نیست. صدای گنجشکا رو گوش کنیم. مامان قشنگم زحمت کشید با هم اومد که منو راهی کنه.
جاده حیرانه. چقدر جالب. به به، از این زیباتر نمیشد. Intervention, divine intervention. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. The shadows of my past welcome me again. But something deep within, something new. Let's
night and thought of me. Only you know what is right for me. Compromise, compromise, compromise. خب ساعت 2 رو هستش و ما تو مقصدمون حدود 2 ساعت توقف کردیم. به نظر من اگر گیلان هستین یا کلا شمال هستین، استان مازندران، گیلان، حتما تو این فصل بلند شین و برین طبیعت. یعنی انقدری که اینجا حس خوب داره، یعنی اینطوریه که شما دیگه به هیچ چی فکر نمی کنید، انقدر که از منظره‌ای که دارین میبینین لذت میبرین. اگرم گیلان یا مازندران یا شمال نیستید، بلند شید بیایید. ارزششو داره، واقعا ارزششو داره. ما در حال حاضر توی روستای مشنت هستیم که در ارتفاعات حیران قرار داره. یعنی اینطوریه که حیران کاملا زیر پاهاتونه و دید فوق‌العاده‌ای داره که حالا تو ویدیوهای قبلی که براتون گذاشتم هستش و واقعا انقدر زیباست. من تا حالا انقدر بالا نیومده بودم، تا یه جایش اومده بودم و بالاتر از اون نیومده بودم و اینجا اونقدر زیباست که الان که اومدم واقعا میگم که خیلی کار فوق‌العاده‌ای کردم که اومدم. به زحمتش میارزید. اینکه ساعت 4 صبح بیدار بشی، خوراکی‌ها، حالا غذاها رو آماده بکنی برای صبحانه، ناهار، میان وعده، همه رو آماده کنی، با خستگی خوابت میاد، همه‌شو آماده کنی و بلند شی این همه راهو پیاده بیای. البته تا یه مسیری رو با مینیبوس اومدیم و بقیه‌اش رو پیاده اومدیم، ولی بازم خیلی پیاده روی داشت و بعد از انجام همه این کارا من دارم به شما میگم که ارزششو داره، واقعا ارزششو داره که تو این طبیعت بیاین و بشینید و ریلکس کنید. سلام خوشگل خانوم. با صدک و کفش تو سنگ. من تو بچگیم یه دشتی رفته بودم که پر از قاصدک بود. یعنی یه چیزی بهتون میگم، یه چیزی میشنویم، پر کلا قاصدک بود و اینجایی هم که الان اومدیم نمیشه گفت دقیقا مثل اونه، ولی اینجا هم تقریبا پر از قاصدکه و منو یاد اون موقع انداخت که با مامان و بابام رفته بودم اونجا و چقدر ذوق کرده بودم که این همه قاصدک یه جا هست. خیلی واقعا قاصدک‌ها رو دوست دارم، خیلی قشنگن. الان بهتون نشون میدم. اینجا پر از قاصدک. اونجایی که من دیده بودم خیلی بیشتر از اینم بود، ولی همینم غنیمته. این گلا رو ببینین، من دلم رفت واسه اینا. آخه مگه داریم این همه زیبایی؟ واقعا من دیگه نمیدونم چی بگم، خیلی خوشگلی. اینا که اصلا دیگه خیلی نازن، خیلی. خدای من.
attention carefully. The shadows of my past welcome me again with a smile. But something deep within, something new, lets me emerge from my cocoon. I only have what's right in front of me. Only you know what is right for me. Compromise, compromise, compromise. Improvise, improvise, improvise. I mean a nice vacation and pure introspection. There is nowhere else to go, so I'll be coming home to you. Your sadness doesn't compare to the happiness that's just around the corner. باد شدید میاد